رسیدن شام از شهر راما یک مرد ثروتمند با نام یوسف آمد. او هم شاگرد عیسی بود. یوسف پیش پیلاطس رفته جسد عیسی را طلب کرد. پیلاطس فرمان داد که جسد را به او دهند. یوسف وی را گرفته به صوف سفید پیچاند و به قبر نو که برای خود در غار ساخته بود گذاشت. بعد سنگ کلان را به درآمدگاه قبر غلانده از آنجا رفت. در روبروی آن قبر مریم مجدلیه و مریم دیگر نشسته بودند. روز دیگر که روز شنبه یعنی روز استراحت بود، کاهنان کلان و فریسیان جمع شدند و پیش پیلاطس رفته با او گفتند: تقصیر به خاطر ما آمد که آن فریبگر هنوز هنگام زنده بودنش گفته بود که در روز سیوم بعد مرگش زنده می شود. بنابراین فرمان دهید که قبر او را تا روز سیوم پاسبانی کنند، مبادا شاگردانش آمده جسدش را دزدیده سپس به خلق آوازه پهن کنند که او زنده شده است. آنگاه این دروغ از دروغ اولین دیده بدتر می شود. پیلاطس با آنها گفت: پاسبانان را گیرید و به قدر امکان قبر را نگهبانی کنید. آنها رفته سنگ در قبر را مهر زدند و برای نگهبانی آن پاسبانان را گذاشتند.